سلام عزیزان، امید که خوب باشین. من امروز یک کیک پخته میکنم مخصوص شب یلدا است. خب برآمده کردن از این کیک ما به 4 دانه تخم مرغ ضرورت داریم که مرا دخترکم کمک میکنه تا این کیک پخته کنم و 1.5 گیلاس بوره ضرورت داریم، البته از نیم گیلاس کمتر، و 2 قاشقم وانیل، پودر وانیل بندازیم و باز را خوب هم میزنیم. خب بعد از او 1 گیلاس شیر مندازیم و 1 گیلاس دیگه روغن ضرورت داریم که اینا را هم میزنیم. و دوستای عزیز، به خاطر که کیک مخصوص شب یلداست ما کم رنگ هم استفاده میکنیم به خاطر که رنگ کیک سرخ شود. خب رنگ هم که قسمی که میبینین با کیک خود علاوه کردیم و بعد از او آرد که هیلک کردیم در گیلاس انداخته بودم. 2 گیلاس آرد البته ضرورت داریم که مندازیم و 2 قاشق ماستخوری هم بیکینگ پودر یا پولی. خب بازم تمام این مواد هم میزنیم تا که خوب مخلوط شوند. دوستای عزیز، یک چیز دیگه که من یادم رفت که دورای قالب خودم باید چرب میکردم تا که رنگ کیک ما تاریک تر نشه، البته از دورایش. خب من یادم رفت را چرب کنم. معمولا دیگه که کار که پخته میکنم چرب نمیکنم، به او خاطر یک کمک رنگش تاریک تر شد. خب دوستای عزیز، قسمه که میبینین اینجا کریمشه یا مو خامه کیک خود جور میکنیم که البته ما ضرورت داریم به 250 گرم خامه یا امو کریمش، 150 گرم ماسکارپونه و پودر قندم 3 قاشق غذاخوری که البته من نمیخواستم زیاد شیرین شوه، از او خاطر 2 قاشق انداختم. خب دوستای عزیز، در حین که من کیک دیزاین میتم بر شما یک کم در مورد شب یلدا میخوایم بگویم. شب یلدا یا همون شب چله بلندترین شب سال است که از قدیم ها مردم ما این شب را جشن می گرفتند و در این شب همه خانواده ها دور هم می نشستند و بزرگ خانواده قصه می کردند و بیشتر قصه های از گذشته ها، و این یکی از بهترین راه ها بود که نسل جدید و اطفال با گذشته، فرهنگ و کلچر خود آشنا می شدند. و همین شکل فرهنگ و رسم ها زبان به زبان، نسل به نسل با آینده منتقل می شد. خب شب یلدا بلندترین شب سال است و یکی از دلیل های جشن گرفتن آن این است که بعد از این شب تاریکی کمتر می شود و شبها کوتاه‌تر و روزها بلندتر می گردد. سال به طرف روشنایی می رود و در دل زمستان یک امید تازه در دل انسان روشن می شود. خب این احساس بخصوص برای کسانی که در کشورهای اسکاندیناوی زندگی میکنن خیلی عمیق‌تر است، چون تاریکی را واقعا با تمام وجود حس میکنن. وقت شب یلدا می آید آدم مطمئن می شود که بعد از این روزها بلندتر می شود و روشنایی ها دوباره بر می گردد و با وجود سردی هوا نور و امید بیشتر می گردد.
خب ما کیک ما را آماده کردیم و خلاص شد و دوستای عزیز فال حافظم گرفتیم با خانواده عزیز ما که بسیار زیاد خوش تیر شد و تشکر از اینکه ولاگ ما را دیدین.